بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. بینندگان محترم رسانه اینترنتی عدالت، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. منی برادرگهارم و ملت عزیز بلوچ و بلوچستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم گو اولین برنامه به زبان بلوچی تحت عنوان بلوچی دیوان و از الله سبحانه و تعالی لطفاً که این برنامه سبب خیر و برکت بکن به ما و شما و بتونن به فدی ملت عزیز بلوچ یک خدمت در بعد دین و عقیده انجام بدن از طریق رسانه اینترنتی عدالت. قبل اشیا که من موضوع بحث و شما شروع بکنم، لطفاً که یک مقدمه در مورد زبان بلوچی خدمت شما مطرح کنم. اهم ایش این که بلوچستان ملک مزنی ولله الحمد و المنه و طبیعی این که هر منطقه و هر ملک فدی لهجه است. آشونه که بیشتر در حدود پاکستان اند و آ منطقه ممکنه در لهجه آشون الفاظ و کلمات اردو ببید و مایی که در بلوچستان ایران می لهجه هم به هر حال تحت تاثیر زبان فارسی قرار گرفته، اما هدف ایش نه که ما یک زبان خاص یا به یک ملت خاص فقط ارائه بده، اگرچه این برنامه نام بلوچی دیوانه، اما منی کوشش ایشن که ما از لهجه روانی استفاده بکنیم که تمام فارسی زبان هم اگر مایلند و لطفاً این برنامه بچارند تا حدود زیاد متوجه ببند که ما چه گشگن راجع به چه مطلب خبر کنیم. لذا انشاءالله روی لهجه بلوچی ما باز از همدیگه ایراد مگیره، بلکه هدفش این که آن مطلب و آن موضوع خدمت تمامی شما واجه بیان ببید. اما این برنامه بلوچی دیوان من در نظر گرفته به خاطر اشیا که من احساس ایشن مروچ ملت بلوچ نیاز شدیدی هستن و تعلیم مرتبط با دین مبین اسلام. اگرچه به فضل الله سبحانه و تعالی علما و دعوتگرای خیلی زیاد در بلوچستان فعالیت کنند، زحمت کشند، مدارس دینی هستند، مبلغین دین هستند از خود امت بلوچ، از خود ملت بلوچ که شفروچ زحمت کشند و الله سبحانه و تعالی اشون جزای خیر بداد، اما این کافی نه. ما باید کوشش کنیم، تلاش بکنیم که اساس خلقت بشریه و آهم عبادت الله سبحانه و تعالی به همان نحوی که مورد رضای الله سبحانه و تعالی و بر اساس سنت صحیح رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه اشیا به فدی ملت، به فدی قوم، به فدی راجع برسانه. هر کسی در حد توان فد، هر کسی در سطح علمی فد باید کوشش بکن که بتوند عقیده صحیح، فکر اسلامی صحیح که بر اساس قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اشیا به فدی مردم، به فدی قوم، به فدی راجع، به فدی دوستان، به فدی برادر، به فدی اهل بیتون برسونید. من امشب
به طور مقدمه و مختصر الوتون یک مطلب خیلی اساسی خدمت شما مطرحی بکنم. مطلبی که تقریبا عبید بگشن که اساس حرکت صحیح و درست ما به سمت قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم. بشارت یک مجتمع، یک جامعه تشکیل بید از یک مجموعه از مردم یا از اهل منطقه که در یک جایگاه زندگی میکنند و این مردم منطقه هر کدوم یک خانواده اند و این یک خانواده هم در یک لوگیا زندگی کنند و ساکنند. پس اساس و اصلی که مروج ما باید مورد توجه فدی قرار بده تا بتونه زندگی اسلامی صحیح به فت شر بکنه، ایشن که در مسئله تشکیل زندگی مشترک دقت کافی به خرج بده. چون ما اگر بتونه در انتخاب زندگی مشترک فد موفق ببه، جوان بتون جنه که انتخاب بکن که صاحب دینن، صاحب ایمانن، صاحب نمازن، صاحب عبادتن، خدا ترسن و با تقواین و همچنین ای جنک هم بتوند یک جوانی به دست بیارید که صاحب دینن، صاحب ایمانن، صاحب عقیدن و ای بتونن با همدیگه زندگی مشترک تشکیل بدن، بنای آلوگ هم صحیح و درست حرکت کند. وقت شالوده یک دیوار خوب رچک ببید، دیوار هم به خوبی اره برزا. اما اگر شالوده یک دیوار خوب رچک مبید، طبیعی این که دیوار دچار لغزش بید، خراب بید، از بین رفت. پس من آغاز کنم امشب گو یک مسئله خیلی مهم هم ای که مرتبط با مسئله جوان بلوچ، جوانی که یا آورنایی که الوتید فدی زندگی مشترک آغاز کند. بچار دین مبین اسلام در هر بعد ما را راهنمایی کده. در سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اگر ما خوب مطالعه بکنیم، نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه راهکارهای صحیحی که ما اتوانیم به مسیر درست، مسیری که مورد رضای الله سبحانه و تعالی، مسیری که بر اساس سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حرکت بکنه، این تمام در فرمایشات و در روش زندگی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در فرمایشات قولی و فعلی نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه مطرح بدهند و بیان بدهند. و همچنین الله سبحانه و تعالی در آیات متعدده بنای زندگی مشترکه توضیح داد و در قرآن کریم هم ذکر بید. بچارت الله سبحانه و تعالی ما را مذکر و مؤنث خلق و زندگی مشترکی به ما نشون داد تا اینکه ما بتونه به آرامش برسیم. انسان وقتی به آرامش برسید، اتون فدی مسیر را پیدا بکند و با آرامش و صحیح و درست هم حرکت بکند. اما انسانی که به آرامش مرسید، انسانی که همیشه دچار لغزش ببید، دچار پریشانی ببید، این انسان هم در مسیری که الوتی طی بکن شاید دچار مشکلات زیاده ببید. پس بیاین من و شما فدی اولین مسئله در رابطه با انتخاب برای اشیا که زندگی مشترک بتونه تشکیل بدن مورد توجه قرار. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایش کردند که فرد یا شخص به 4 چیز
سیره کند، ازدواج کند. 4 علت یا 4 دلیلی هستن. ضمنشون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرماشه کن یا نکاح به خاطر مال، یا به خاطر شهرت و نسب، و یا به خاطر جمال و زیبایی، یا به خاطر دینداری و تدین. به این دلایل انسان به هر حال یکی از این 4 معیار رو انتخاب کند، یا به خاطر مال، یا به خاطر قومیت و شهرت، یا به خاطر جمال و زیبایی، و یا به خاطر تدین. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایش کردند که مسئله تدین اولین معیار انتخاب فرد قرار بدید. یعنی شما جوان ورنا، شما منی گهار اگر الوتت انتخاب بکنید کسی برای تشکیل زندگی مشترک فرد، باید اولین معیار رو ایش بید که بچارت آیا ای فرد و ای شخصی که شما الوتت گوشی سیر بکنید، شما الوتت گوشی فدی زندگی مشترکه یک عمر تشکیل بدید، آیا ای فرد صاحب دینن یا نه؟ آیا ای فرد صاحب نمازن یا نه؟ آیا ای فرد به فدی عبادتون پایبند یا نه؟ چرا؟ چون انسانی که از الله سبحانه و تعالی اترسید، الله احکام هم اجرا کرد. انسانی که از الله سبحانه و تعالی اترسید، به جنینا در لوگه لافا یا همه گسه لافا هم ظلم نکرد. انسانی که از الله سبحانه و تعالی اترسید، همیشه کوشش کرد که حق و حقوق مراعات بکن. جن مرد حقا بزن، مرد هم جنین حقا بزن. پس شما منی برادرگوهارو، ای کسایی که الوتد زندگی مشترک به فرد تشکیل بدید، هنچون که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایش کردند، فدی اولین معیار انتخاب مسئله تدین قرار بدید. شخصی که الوتد انتخابی بکنید، بچارت آیا ای شخص صاحب دین، صاحب عقیده صحیح، از الله اترسید، مسجدا روگن، نمازا ونگن یا نه؟ معیارهای دیگه مثل جمال، زیبایی و ای به هر حال ایشون در مرتبه بد قرار بدید. اما اولین و اساسی ترین مسئله که اگر شما الوتید فدی زندگی ها صحیح و درست تشکیل بدید، اگر شما الوتید که مسیر برد که مورد رضای الله سبحانه و تعالی، مسیر برد که بر اساس سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و اگر شما الوتید که صاحب چوک صالح و نیک ببید، اگر شما الوتید بفت یک آینده وش شر بکنید، باید در مسئله تشکیل زندگی مشترک فت دقت کنید. مروج متاسفانه این چیز در میان خیلی از می جوانون گار بیده. معیار انتخاب به جای اشیا که تدین ببید، به جای اشیا که ما دقت بکنیم که ای فرد و ای شخص آیا به فدی نماز پایبنده، آیا به فدی روچگی پایبنده، آیا مجتره یا انره، به جایی که این مسائل بچارن که مرتبطن با دین، مرتبطن با عقیده، متاسفانه بازینی هستند در میان ما قوم بلوچ که به هیچ وجه مسئله تدین انا چارند که آیا ای فرد صاحب دین یا نه، بلکه خیلی ها هستند که متاسفانه اشیا من بگشون که معیار قرار دادند که بل فلانی مال هسته، چون مالی هسته چه ما اشیا از زیره، بله فلانی صداقا یک داد، چون صداقا برس مداگه لحاظا ما اشیا قبول کنیم. فلانی از فلان قومه، فلانی از فلان راجه، بخاطر همیشیا چه ما عرن و زمو دبن یا اشیا ما قبول کنیم. بازینی هستند که متاسفانه با همه فکر مروگن دیما و این فکر نتوند یک زندگی مشترک صحیح قطعا شعر بکن، مگر ای که در همه معیارون مسئله تقوا و عبادت الله سبحانه و تعالی و خدا ترسی به عنوان اولین معیار قرار دهد ببید. یعنی
چه خوبن که انسان بین تمامی ایشون جمع بکن. یعنی اول کلون در انتخاب فرد مسئله دین و تدین رو بچارید که بله ای فردی که معلوتون گوشی ها فدی زندگی مشترک ها شرکنو، ای فرد هم صاحب دینن، هم صاحب جمالن، هم به هر حال از قوم خوبه، و هم ای که ای فرد الله سبحانه و تعالی از فدی خیرائشی به نصیب نکده. اگر تمام معیار هم بتونه یک جا جمع بکند که هیچ اشکالی نیستنی. اما چوش مبید که مثلا یک فرد صاحب دین و تدین اما شاید از نظر قومیتی شما را مورد پسند بگشت که نه، چون ای از مثلا فلان قوم اگرچه صاحب دین صاحب تقوی چه ما را بکارنه، و در قبال ایشیا برد یک فرد پیدا بکنه صاحب قوم ببید اما صاحب تدین مبید. ایدون شما دچار مشکل بید. ایدون انسان انتون آفدی مسیر صحیح و درستا پیدا بکن و بر اساس آشیا به سمت رضای الله سبحانه و تعالی حرکت بکن. بنابراین منی برادرگهار و تمامی بلوچ های عزیزه که ای برنامه چارگت آشونه که الوتن فدی زندگی مشترکا شروع بکنن، آشونه که الوتن بفا یک جاه منزل شر بکنن، آشونه که الوتن برند و از الله سبحانه و تعالی بلوتن که در آینده ایشون یک چوک بداد و این چوک صالح و نیک ببید. اولین معیار در انتخاب فرد هنچو که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرماشه کند، مهمترین و اساسی ترین معیار بحث تدین و آشیا همیشه در نظر بگیرد. برد سراغ فردی که صاحب دینه. این یک مسئله. مسئله دوم ایشن که می پد و می ماد باید تا جایی که اتونن در مسئله تشکیل زندگی مشترک سهم خیلی خوبیش ببید. یعنی اختلافات قومی و قبیله‌ای، اختلافاتی که منجر بید که این زندگی مشترک تشکیل مبید و بعد هم بارها و بارها پشیمانی ها به بار بیارید و سالها هم بگذید و خبر هم نه، ای باید خوب دقت بکنن که بتونند فدی چوکون فدی زحکون کمک بکنن که در مسئله نحوه انتخاب و معیارهای انتخاب به چه سمت حرکت بکنن، تشویقش بکنن که منی چوک، منی جنک، منی گهار، منی براد انتخاب بکن کسی که صاحب دینه، بلوت کسی که صاحب دینه. ایشی همیشه در ذهن فد ایر بکند که فدی چوکون با ارائه آم معیارهایی که صحیحاً درستاً به سمت خیر حرکت بدد. دومی مسئله هم خطاب به شما پیدامود ایشن که در مسئله تشکیل زندگی مشترک فدی چوکون دقت بکند و آسونگیری ها به خرج بدد. مروج بعضی جاگاه هستند که فکر کنن با صدا که سنگین گرگ یک افتخار به فکس بکنن و به یک نوم اشاره کنن که بله ما از فلان قوم، ما از فلان راجه، لحاظا ما از ای که کمتر صدا که نگیره. طرف مقابلم هنچوش بگشید که ما هم از فلان قوم، از فلان راجه، لحاظا ما صداق از ای که کمتر نی. نوع خودنمایی، نوع کبر و غرور، نوع ای که مالوت فدا نشون بدن که بله من بهتران، هم مالوت فدا نشون بداد که نه تا خوب نه، بلکه من است برسران. به این نحو بتونه یک زندگی سالم و مشترک بین یک ورنا جوان و یک جنک بلوچ یا ایشیا ما براحتی از دست بده. و شاید هم پیرو ایشیا جنگ ها و درگیری ها و قیل و قال ها و غیبت ها و تهمت ها هم شروع بید. ای فعل و ای کار صحیح نین. ای فعل و ای کار نه الله راضی کند و نه بر اساس سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
اگر ما مسلمانه، اگر ما الوتن که راهی و برین که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شده، اگر ما الوتن الله از فد راضی بکنه، اگر ما الوتن بر اساس حدی رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه حرکت بکنه، باید در مسئله ازدواج یا مسئله سیر باید تا جایی که اتونن آسانیا به خرج بده، هم در صداقه گرگ و هم در آن مراسمی که شما الوتید آشیا برگزار بکنید تا این دویم بتونن هر چه زودتر به زندگی مشترک فد برسن و به آرامش و به سعادت و به خوشبختی و به سمت رضای الله سبحانه و تعالی حرکت کنن. بارها خیلی از رفیق و دوست در این بارا گله شکده و گمان مطرح شکده که ما الان به 40 سال رسیدگی، 35 سال 40 سال از من عمره گسته و ما الوتن برن یه جای زمود ببین، اما متاسفانه مروچ من امکان مالی اجازه نداد و از آن طرف هم طرف مقابل صداق خیلی برز لوتگن که ما اگر در طول عمر فدم کار بکنه نتونه اشیا فراهم کن و این قضیه همچوش معلق مانید. این کار خوبه نین، این روش خوبه نین. البته ما به هیچ وجه نگشن که نباید صداقه ببید، نباید مهر ببید، بله این مهر و این صداق حقی باید ببید، اما هر چیز در حد توان، هر چیز در حد معقول. اگر ما الوتن که بر اساس سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حرکت کنی، چه یک کسا گوش کند که من خدمت شما الوتن عنوان بکنم، اما بعد از اشیا که یک برنامه کوتاه اگندن و برگردن و یک کسا خدمت شما با عنوان عبرت مطرح کنم که شما بزونید در دوران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چه که برای اشیا که زندگی مشترک تشکیل ببید آسانش گفته. از اتاق فرمان لطفاً که اگر میان برنامه آماده این لطف کنن میان برنامه ایر بکنن، بعد از آشیا در خدمت شما بزرگواران نبود. اسلام ساهگا غم رو تو غاربی، اسلام ساهگا غم رو تو غاربی، قرآن گلشنا پلانی عربی، قرآن گلشنا پلانی عربی، اسلام برکتا دنیا بہار بھی، اسلام برکتا دنیا بہار بھی، قرآن وانگا ہر دل قرار بھی، قرآن وانگا ہر دل قرار بھی، اسلام زندہ باد قرآن زندہ باد، 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 باندہ میرے عمل مرچی دا بکن، باندہ میرے عمل مرچی دا بکن، ہر منکرہ وطا سندو جدا بکن، ہر منکرہ وطا سندو جدا بکن، اسلام خاطرہ جانا فدا بکن، اسلام خاطرہ جانا فدا بکن، قرآن بان مدام حق ادا بکن، قرآن بان مدام حق ادا بکن، اسلام زندہ باد قرآن زندہ باد، اسلام زندہ باد قرآن زندہ باد، اسلام زندہ باد قرآن زندہ باد، بیت معاشرہ ترا ہومان روشنی، بیت معاشرہ ترا ہومان روشنی، تیرا نمائے بیت ایمان روشنی، تیرا نمائے بیت ایمان روشنی، قبرہ کی بھی ترا ہومان روشنی، قبرہ کی بھی ترا ہومان روشنی،
هم نشین بید قرآن روشنی تی هم نشین بید قرآن روشنی اسلام زندہ باد قرآن زندہ باد 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 ہر کس کے مومن عابد مجنتا ہر کس کے مومن عابد مجنتا قرآن کی شکاں تے قدر و قیمتا قرآن کی شکاں تے قدر و قیمتا آسان جات بیت اسلام برکتا آسان جات بیت اسلام برکتا رب گرائے گا قرآن شفاتا رب گرائے گا قرآن شفاتا اسلام زندہ باد قرآن زندہ باد 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 زندے دوئیں شفاں مفتا مدے حدر زندے دوئیں شفاں مفتا مدے حدر حرفی تو یاد بگر مفتا مرو متر حرفی تو یاد بگر مفتا مرو متر اسلام ساہگا عمرہ بقلب سر اسلام ساہگا عمرہ بقلب سر قرآن بان مدام ہر شام و ہر سحر قرآن بان مدام ہر شام و ہر سحر اسلام زندہ باد قرآن زندہ باد اسلام زندہ باد قرآن زندہ باد اسلام زندہ باد قرآن زندہ باد یا رب روان بودا گرچہ کوتا خطا یا رب روان بودا گرچہ کوتا خطا تو مہربانی ہر کس کی کندوا تو مہربانی ہر کس کی کندوا یا رب روان بودا گرچہ کوتا خطا یا رب روان بودا گرچہ کوتا خطا تو مہربانی ہر کس کے کندوا تو مہربانی ہر کس کے کندوا اسلام زندہ باد قرآن زندہ باد 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 قرآن زندہ باد قرآن زندہ باد مجدد خدمت تمامی شما. باز این براد پیام داگن در صفحه فیسبوک منم خدمت تمامی شما عرض سلام و ادب هستم از الله سبحانه و تعالی لطفاً که از ما و شما قبول بکند. منی هدفش این که تمامی ما و شما به عزت صحیح اسلامی برسیم، به رضای الله سبحانه و تعالی برسیم. و منی کوشش شخصیش این که در حد توان ود بتونم یک چیز خدمت ملت بلوچ ارائه بدون که بهشنی دین و دنیا فایده هست. و امشب هم استثناءً برنامه با تأخیر آغاز بید و یک سری مشکلات فنی هست حقیقتا. و همچنین امشب فقط یک بحث یک دیوان بین ما و شما خیلی مختصر انشاءالله برقرار بید و انشاءالله هفته های دیگه یا نخی هفته انشاءالله سعی کنه که برنامه یک مقدار سر وقت شروع کنه، همچنین با انسجام بیشتر و با موضوعات قوی‌تر و با آمادگی بیشتر.
خیلی دیر وقت منش خبر داد که امشب زنده هستیم و مشکل فنی حل بیده، بخاطر همیشه ما هم به سرعت آد کنیم و حاضر بیده، چون قول داده که امشب در خدمت شما ببین. چه منی براد و گوهارم، منی پدومود و عزیز و مسلمان و بلوچم، اگر الوته فدی خانواده بنا محکم و مستحکم شری بکنه، اگر الوته فدی عقیده صحیح و سالم به دیما بره، باید از زندگی مشترکی که ما الوتن تشکیلی بدین، از زندگی مشترک معیارهای صحیح انتخابی ببید. و من خدمت شما عرض کنم قبل از میان برنامه که اولین معیار صحیح انتخاب همه طوره که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرماشکند برای ایجاد یک زندگی مشترک، ایشن که ما بچارن آفرد که الوتن گوشی ها سیر کنه، آفرد که الوتن فدی زندگی ها گوشی ها شروع بکنه، آفرد آیا صاحب دین هستن یا نه. دین به چه معنا؟ به این معنا که خیلی راحت و خیلی آسان در همه منطقه یا در هر جای دیگه که هسته جست کنی، بچاره بررسی بکنی، تحقیق بکنی که آیا این فرد به فدی 5 وقت نماز و پایبنده یا نه، آیا این شخص ها مادر مجتا مگندگی یا نه، آیا این شخص به فدی پدو مادا احترام ایر کنگی یا نه، آیا این چوک فدی پدوماد حقا در داخل فدی گسا داخل فدی لوگو آیا خوب ادا کنگی یا نه. تمام نکات ظریف و مهمه که نشون داد این فرد صاحب دین یا نه، ایشون ما باید یک به یک بنویسن و بچارن و بررسی بکنن و تحقیق بکنن تا در این انتخاب دچار لغزش و اشتباه مبین. چون اگر ما دچار لغزش و اشتباه بیدن، خدای نکرده، ممکنه این زندگی دوام میارید و در وسط راه دچار مشکلات. پس همه خشت اولی که ما لوتن ایری بکنین برای ایجاد زندگی مشترک، باید مسئله تدین ایشیا خواهش کنن که شما برات و گوهر بلوچ خوب در نظر بگیرد. دومی مسئله یا دومین خبر یا گپ منی خطاب پدومودانی. من پدومود باید این مسئله خوب مورد توجه فت قرار بدم که وقتی یک جوانی الوتی زندگی مشترک تشکیل بداد و این جوان صاحب دین، صاحب عقیده صحیح، صاحب تقوای، تلاش و کوشش بکنن که در مسئله ازدواج ایشیا آسانگیری ها به خرج بدن، سخت مگرن. چرا؟ چون این سخت گرک باعث بید که شما یک اهرم خیلی مهم دینی از دست بدید. شاید این فرد و این شخصی که صاحب دین، صاحب ایمان، خدا ترسن و با تقواین، اگر صحبی رو بیاد یعنی گوشمای جنکا سیر بکن و زندگی بکن، شاید بتون تأثیر و تغییر خیلی خوب در تمامی قوما و راجع هم ایر بکن. گاه یک فرد خداگاه اتون یک دنیای عوض کرد. ولی اگر ما گه نه صحیح این که اشیا دین ها، صحیح این که تقوایی ها، خدا اترسی، بله نه ای از فلان قومه، ای بحث ای از فلان قومه یک موزل خیلی مزنه در میان ما ملت بلوچ که من اشیا انشالله سر وقت اشیا مفصلا توضیح هدم که ما از ای قومیت پرستی و از ای تعصب پرستی ها باید درب کفیم. مروش آروش نیم و آروش هم درست نبیده، حالا از روی جهل و جاهلیت یا هر چه که بیده گست و شو، اما وقتی که اسلام آد این قومگرایی دیر بید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الله سبحانه و تعالی فرماشگن که بهترین شما در نزد من الله آشه که تقوایی ها، نه آشه که رنگی سبزن و سهرن و سیاهن، نه آشه که فلان قوم و فلان راج و فلان قبیله، بلکه آهن که صاحب تقواین، آهن که از الله سبحانه و تعالی ترسید.
آین که فقط به الله نزدیک کده. این البته بحث مفصله، من در پرانتز فقط اشارات بهش یا خدمت شما مطرح کد، ولی در آینده انشالله بیشتر راجع بهش من خبر کنم. پس پداماد مشند که در مسئله آسانگیری تشکیل زندگی مشترک بین فدی چوکون بین فدی چنکون به همه روش برند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شده. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها، حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها که دختر نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه، جانکن بهترین یا برترین انبیاء الله سبحانه و تعالی. اوکی هم که حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها، حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی الله عنهما پیشنهاد دادند به حضرت علی که تا برگو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و از فاطمه خواستگاری بکن بفد. حضرت علی رضی الله تعالی عنه خوب دقت کند، بچارت آسانگیری در ازدواج یعنی چه، بچارت که روش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چطور بیده در ایچا قضیه و بر اساس همیشه هم مشما عمل بکنه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه چهارمین خلیفه مسلمین، یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این شخصیت مهم، این شخصیت مزن از یک طرف و از آن طرف که حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دختر نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه. المهم حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پیشنهاد دادند به حضرت علی که تبرا گو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و از حضرت فاطمه خواستگاری بکن. وقتی حضرت علی رضی الله تعالی عنه شو و حاضر بید نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه جستو که تی حضرت علی رضی الله تعالی عنه چت بکاره و حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایش کردند که بله من آتکگون به خواستگاری فاطمه رضی الله تعالی عنها. نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه نیاشتی که منو ایک مهریه بفدی جنکا بکا، منو ای بکا، منو آ بکا، بچا که من نبی اکرمم، بچا که من رسول الله، بچا که وحی به من نازل بید. نه خیر، بلکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرما شد که یا علی پروای نیستنی، بله ترا چه هستن که من به عنوان صداق به حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ارب کردم. باور کنید که حضرت علی رضی الله تعالی عنه چهارمین خلیفه مسلمین و این شخصیت بزرگ دنیای اسلام، این صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لوگا گسا مزن بیده، فرمایش کردند به رسول الله که یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منو هیچ نیست، منو هیچ نیست. اما نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه چون از اون تدی که حضرت علی رضی الله تعالی عنه صاحب دین، صاحب ایمان به الله سبحانه و تعالی ایمانی آورده و رسالت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قبول کده، حالا کار به که طایفه بیده، نوگه چوکی بیده و ایشون نیسته. اما نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه به حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایش کرد که یا علی ترا یک سپری هسته که همیشه در جنگ از آشیا استفاده تکده، آ سپر تی کوی سپر، یک سپر، یک درعی که با جهت دفاع از اشیا استفاده شده داخل جنگا. حالا من نزدونم که دقیقاً با زبان بلوچی چبید، منتها این سپر حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرما شد که بله این سپر من هست. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایش کرد که چه برای اشیا با کن مشما همیشه از زیرین صداق و مهریه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها قرار یادن و شما سیره کرد.
به همه آسانی، به همه آسانی، به همه روش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آت و فدی جنک حضرت علی حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ببخشد به حضرت علی رضی الله تعالی عنه به نکاح حضرت علی رضی الله تعالی عنه دری گفت. لحاظا وقتی که نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه که آسانی گفته در مسئله ازدواج، ما چرا آسان مگیره؟ ما چرا به همه روش مرن که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شده؟ ما چرا به همه روش عمل مکنن که صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عملش کنن؟ لازم منی برادو ها رو مادو پدو منی دومی خواهش از شما ایشن که کوشش بکنید، تلاش بکنید که در مسئله صداق و مسئله مهریه آسونگیریا در نظر بگیرید. سخت مگیرید تا اینکه شما بتونید فدی چوکا یا فدی جنکا به سر منزل برسونید و زندگی مشترک بین شما چوکا و دیگریا که انتخاب کنید شروع ببید و ای بتونن به یک لوگی از محبت، از دوستی، از ایمان شر بکنن تو به سمت رضای الله سبحانه و تعالی حرکت بکنن. من فکر کنم به این شف کافیه دوستان اتاق فرمان. بله خب فقط یک نقطه دیگه خدمت سروران محترم که این برنامه مگندگان عنوان کنم و همیشه که شما اتونت از طریق شماره تماسی که زیرنویس بید به این برنامه تماس بگیرید و فدی پیشنهاد و نقطه نظر عنوان بکنید. من خیلی علاقه هستم که تمامی برادرگارهای بلوچی که در هر منطقه هستند با هر لهجه و با هر به هر حال فکری که هستن فدی مشکلات رو به یک نحوه به ما انتقال بدن که ما بتونیم روی این مشکلات رو انشاءالله بحث و بررسی بکنن و بچارن که دستور الله چن، روش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با مشکلات چن و ایشون خدمت تمامی و ارائه بدن. من هدفش این که قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به شما لوگون برسید، به دست شما چوکون، جنکون و مردمون راجع و طایفه برسید و بتونن فدی مقدمه ورود به رحمت الله سبحانه و تعالی که آش اتباع قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به روش سلف صالح امتن ایشیا بتونن در زندگی فد پیاده بکنن و از الله سبحانه و تعالی خیر و برکت دنیا و آخرت ها بلوتن. پس اتونید با شماره تماس هایی که اتاق فرمون لطف کنند ایشون زیرنویس بکنید. شماره تماس لندن و همچنین شماره واتساپ هسته. اتونید از طریق واتساپ فدی به هر حال پیشنهاد و نظریاتون و هر به هر حال مسئله که مرتبط با منی برنامه بلوچ دیوان ایشی ان شاء الله انتقال بدید و همچنین صفحه فیسبوک من اتونید لطف کنید از طریق صفحه فیسبوک هم اگر احیانا سوال چیزی هستن مطرح کنید تو ما هم در خدمت شما ببین. موفق و مایه و تندرست بید از الله علوتون که ملت بلوچ و تمامی امت اسلامیا در پناه فد حفظ بکن، مشکلات دنیا و آخرت تمامی ما و شما را الله سبحانه و تعالی برحمت فد حلش بکن. شما را به الله سبحانه و تعالی اسپارون. الله حافظ شما باد.